نبیل عطار پارچه ای از زادگاهش را به شهر قدیمه اورلئانسی فرانسه آورده است. دستوری تهیه غذایی را که از مادرش آموخت و خاطره های بدی را که از حکومت بشار اسد دارد. شخصانی مسلح به من تهدید کردند که پول دهم. پسرم را ربودند. بسیار سخت بود. پول زیادی دادم که پسرم را برگردانند. نبیل عطار که صاحبکار موفقی بود با اهل عائله دمشق را ترک کرد و به صف صدها هزار پناهجوی پیوست که از سوریه به اروپا گریختند. در پاریس رستورانداری آموخت. سال 2018 با همسرش در ارلیانس رستوران باز کرد و نارنج نام گذاشت. اهل عائله شهروندی فرانسه را گرفته است. عطار میگوید مناسبت مردم با آنها خوب است. ما هیچگاه مشکلی نداشتیم. هیچگاه به نجات پرستی که من این کلمه را خوش ندارم دوچار نآمدم. اول این ماه خبری سقوط رژیم بشار اسد آمد و در ارلیانس از جمله رستوران عطار شادی و خوشحالی برانگیخت. من امیدوارم و باور دارم که احوال سوریه نظر به پیش بسیار و بسیار بهتر می شود. هیچ نگرانی از این ندارم. اما تغییر رژیم در سوریه مایه نگرانی های دیگر شده است. بعضی کشورهای اتحادیه اروپا قبول درخواست پناهندگی شهروندان سوریه را باز داشتند، چون به قول آنها رژیم اسد که آنها را فراری کرد دیگر نیست. عین زمان با افزودن روحیه ضد مهاجران، بعضی از سیاستمداران اروپا گفتند که پناهجویان سوریه باید به خانه‌هایشان برگردند. حامیان حقوق و پناهجویان زیاد میگویند خطر همچنان وجود دارد. حالا مهمترین مسئله امنیت پناهجویان سوریه و مردمی است که پناهگاه می‌خواهند. بحث در این باره در ارلیانس هم اوج گرفته است، چون بعضی از سوریگی ها از رهبران نوی دمشق بیم دارند. من نگران کشور هستم، از آیندهش نگرانم، چون آنها افراطگرا هستند. نبیل عطار بیشتر خوشبین است. من میدونم که مردم زیاد خواهش بازگشت دارند، زیرا به جامعه اینجا همایش نیافتند. امیدوار است که روزی برای دیدن وطنش برمیگردد. میخواهم برگردم عائله و خانه دوستانم را ببینم، کوچه ها را، جای کارم را، جایهایی را بینم که زندگی کردم. اما نه برای همیشه. حالا با گفته او زندگی و آیندهش دیگر در فرانسه است.